سلام، من مریم هستم از های تیچرز و اینجام که راجع به تدریس دلاری باهاتون صحبت کنم. پلتفرم‌های مختلفی هستش برای تدریس دلاری، ولی بهترین پلتفرم حال حاضر که شما موفق بشید که توش احراز هویت بکنید، پلتفرم امیزینگ تاکره. حالا جوری که توی امیزینگ تاکر شما میتونید شاگرد بگیرید، این سایت خودش یه الگوریتمی داره که شاگردا رو با معلما مچ میکنه. چطوری کار میکنه؟ وقتی که یه شاگردی آنلاین میشه و میخواد کلاس بگیره، یه فرمی رو پر میکنه و بر اساس اون فرم این الگوریتم میاد به 20 تا از معلم‌هایی که در اون لحظه آنلاین هستن یه پیامی ارسال میکنه. این پیامی رو که میبینید فقط 3 تا معلم اولی که روش کلیک بکنن موفق میشن که پیام بدن به اون شاگرده و باهاش مچ بشن و بقیه دیگه اون شاگرد رو از دست میدن. و کلا شاید 2-3 ثانیه بیشتر شما فرصت ندارید روی اون پیام کلیک بکنید. اگر تایمش یه ذره طولانی‌تر بشه یا جزء اون 3 نفر اول نباشید که معمولا تو 2-3 ثانیه بقیه روش کلیک میکنن، شما این پیامو دریافت میکنید که شما موفق نشدید و حالا چطوری میتونید کاری بکنید که زودتر روش کلیک بکنید. پس تنها روش شاگرد گرفتن همین مچ شدن با شاگردا از طریق همین الگوریتمی که خود سایت داره و شاگردا رو سمتتون میفرسته. حالا مشکلی که این وسط هستش، شاگردایی که هستن بیشتر از آسیا شرقی هستن و ساعتشون با ساعت کشور ما متفاوته و این مچایی که برای شما ارسال میکنه معمولا ساعت 4-5 صبح ممکنه باشه، یه ساعتی که شما خواب هستین و عملا نمیتونید 24 ساعته بیدار باشید یا پشت سیستم باشید، ممکنه کارهای دیگه داشته باشید و حتی اگه مثلا شما توی اتاق دیگه باشید و این صدای مچ رو بشنوید تا بیاید روش کلیک بکنید، احتمالاً تیچرهای دیگه که پشت سیستم نشستن روش کلیک میکنن و شما موفق نمیشید اون شاگرد رو بگیرید. به خاطر همین مشکلی که بودش ما اومدیم یه خدماتی رو داریم ارائه میدیم، رباتی که طراحی شده میاد به صورت کاملا شبیه سازی رفتار انسانی روی این پیام کلیک میکنه و نه تنها اون مچ رو براتون میگیره و سابمیت میکنه، بلکه میاد 3 تا پیام هم در لحظه برای اون شاگرد ارسال میکنه. شما میتونید متن این پیام ها رو به دلخواه خودتون تغییر بدید و همین باعث میشه که شما خیلی شانس بالاتری داشته باشید برای اینکه شاگردا رو بگیرید. حالا به ازای هر یک مچی که ربات ما میگیره و سابمیت میکنه و شما با اون شاگرد مچ میشید، 1 کردیت از حساب شما کم میشه و این کردیت ها رو حالا میتونید روی سایت شارژ بکنید. پکیج های مختلفی هست، تعداد مختلفی بر اساس نیازتون و خبر خوبش اینه که اینا هیچ محدودیت زمانی ندارن برای استفاده. اگر که حالا 6 ماه طول بکشه پکیجتون رو تموم بکنید یا بیشتر یا کمتر هیچ فرقی نمیکنه. و تست ربات رایگانه. حالا ربات رو اینجا خودتون مشاهده میکنین و حالتهای مختلفی داره، میتونید خاموش روشنش کنید. از این قسمت تنظیمات پیاماتون رو میتونید تغییر بدید و آنلاین مود داره، اتو مسیجینگ رو میتونید خاموش روشن بذارید، اسمارت فوکس داره و حالا قراره تو آپدیت های جدیدتر خیلی ویژگی‌های دیگه‌ای هم حتی بهش اضافه بشه. الان ما منتظر میشیم که یه دونه مچ برای این اکانت ارسال بشه تا ببینیم که ربات چطور کار میکنه. خب بالاخره یه دونه مچ برای این اکانت ارسال شد و همونطور که دیدین ربات به صورت خودکار روش کلیک کرد و دکمه سابمیت رو هم زد و الان چت اون شاگرد باز شد برای شما و به صورت خودکار خودش 3 تا پیام هم تایپ میکنه و ارسال میکنه برای شاگرد و به نظرم دیگه خیلی کار رو راحت میکنه دیگه. تست ربات هم رایگان هستش، میتونید از سایت های تیچرز اقدام کنید، تمام آموزشاش نحوه تست کردنش و نصب کردن و تست کردنش اونجا با جزئیات براتون نوشته شده.